برادرها بسیار روخ میته. ولی همین کی را خوندم یک روز از اینترنت، همین کنسترکتوری تیتانیکا، همین کنسترکتوری همین تیتانیکا ساختگی آدم یک به نام توماس اندریوس این طریق کنسترکتورش بوده است. همین تیتانیکا در همون مقاله آورده است که 55,000 لشدین سیل داشته است. اگر بسیار مقصد خیلی جمعی قدر 260 متر درازی شد، 33 متر بلندی شد، نه قدر 28 متر پهمی شد، همین آورده است و بعد همین گارانتیش، همین خیلی گارانتی وزبین دادگی، بعد همین کنسترکتور همه را جمع میکرد در ژورنالیست ها را، بعد سوال جواب میشه. بعد در همونجا میگه ژورنالیست ها پرسیدنش که خب همین تیتانیکی خود ساختی مقصد اعتمادی داره در سفر؟ اعتمادی داره مقصد؟ تو چه اندازه همین مقصد کامل پر است که یعنی دیگه یگان جای خوف خطر نداشته باشد؟ بعد میگه همین کنسترکتور گفته است که ما همین قطعان میگم که همین خیلی گفته است انا مستحکم و همین خیلی دلپر ساختگیم که خدا چپکش نمیتونه. همین را گفته است که خدا چپکش نمیتونه گفته است. تو اکمی غرور نه، همین غرور یعنی بدبخت فرعون که سلطنت و همه شرایط امکانیت همین بردار پسر جید بگو انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ. همین خیلیده همین قدرت و ثروت همین اگر کمتر کنترل نکنی و رعایت نکنی آینده آمده این طریق همه بود بخور میبرن. بعد نگه پزد لیکن بین نه چندان عمر درازی هم ندیده یک پاره یک باره در یکون سفرش در همونجا نشوندگی که 15 اپریل 1912 اینا 1567 کس میگه در همونجا مون 2200 کس میبرده اندریوس ها. همین آدم کنسترکتور شده است. اگر گپ ببینیم برادران غرور ببینیم که خدای مهربان همین خیلی ها در برابر غرور شکست که همین روی خب به آبرو شرمنده شده نمی روی. برای این برادره از یک ما از این محفل ها این قدر برای شما گفتنیم که چیزی میشنویم. خب باید همون چیزایی که در خدامون داریم میشنویم از نام زبان پیامبر وقتی میگمون همه را در خدامون خب جاری کنیم و مطرح کنیم تا که انشالله برای ما و شما خیر دنیا و آخرت میشه. الله همه شما را نگهبان باشه.